شخصی که مقیم است استاد، حج نمیکند و مقیمی است، نیت قربانی دارد استاد. بله. قربانی نیت میکند خالص لله که قربانی میکند از یکم ذوالحجه تا نهم ذوالحجه. تمامی از گرفتن تمامی موهای خواب بدن باشد، خواب موی سر باشد پرهیز میکند، این چنین ناخن ریز نمیگیرد. درست؟ بله. خواه مرد خواه زن این یک نمود، مقصد به هر دویشان یک خیل است. درست است؟ نه، کسی که قربانی میکند صاحب خانه، مثلا من قربانی میکنم فرزندام، همسرم، اینا یعنی که ناخن مو گرفتم میگیرم، این فقط برای من. زن باشد چی؟ اگر زن صاحب خانه باشد و نیتی قربانی کرده باشد، بله، و هم 10 روز. اینا با ما اختلاف علما رو نقل کردیم. در مذهب حنفی مباح است، در مذهب مالکی و شافعی مکروه است، یعنی گرفتن ناخن مو. در مذهب احمد حرام است، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن و یگان صارف نیست میگن و نکن گفتن، مو نگیر ناخن نگیر گفتن، لیکن یگان دیگه دلیل نمیابیم که گیر گفته باشن، بنابراین حرام است میگن. یعنی کسی که نیتی قربانی داشته باشد، یکم ذوالحجه که در آمد، 9 روز از گرفتن ناخن و مویش خودداری میکند، کمک مانندی به حاجی شود. حاجی های هم موی و ناخن نمیگیرن کو، آدمی مقیم هم همین کارهای نمیکند تا حتی یهیل، تا اینکه قربانیش نکند. قربانی که کرد گشته و هم حلال میشه.